سلام. امروز میخوایم راجع به یکی از کهن‌ترین و قشنگترین جشن‌هامون صحبت کنیم، یعنی شب یلدا، جشنی برای بلندترین شب سال. خب یه سوال دارم، تو با بلندترین شب سال چطور کنار میای؟ چطوری باش روبرو میشی؟ خب احتمالاً اینه که با نور، جمع شدن دور هم و انار. درسته، انار. حالا ببینیم قضیه چیه؟ این نقشه یه راهه. اول باید ببینیم این شب واقعاً یعنی چی. بعد میریم سراغ قصه ها و خدایانشون. یه نگاه میندازیم به میز کامل یلدا. از قدرت کلمات و خانواده حرف میزنیم و میبینیم چطور یلدا تونسته از آزمون ها رد بشه. و در نهایت میرسیم به اینکه چرا این جشن برای ایرانی ها یه جشن مهمه. خب بریم سراغ قسمت اول. معنی این طولانی ترین شب چیه؟ خیلی ساده میخوام بگم که یلدا یعنی جشن پیروزی روشنایی بر تاریکی. فکر کن بعضیا میگن که شروع این جشن به 7000 سال پیش برمیگرده. 7000 سال. این نشون میده که اجداد ما چقدر با طبیعت و طول و عمق خورشید ارتباط داشتن. یه دلیل علمی هم پشت همه این داستانا هست. انقلاب زمستانی، یعنی شبی که روز کوتاه‌ترین و شب بلندترین توی سال. از اون شب به بعد روزها کم کم بلندتر میشن و به همین خاطر بهش میگن تولد دوباره خورشید. خب این اتفاق ساده یعنی روزهای بلندتر توی ذهن مردم باستان تبدیل شده به یه افسانه بزرگ، یه نبرد بزرگ برای پس گرفتن خورشید. نکته جالب اینجاست که خود کلمه یلدا یه کلمه فارسی نیست، یه کلمه سوریه‌ایه و به معنی تولد. باستانی‌ها این کلمه رو قرض گرفتن تا جشن تولد میترا رو اسم بذارن. حالا میترا کی بود؟ خدای نور و خورشید. کل فلسفه این جشن برمیگرده به باور اصلی زرتشتی‌ها، یه نبرد همیشگی بین نیروهای نور یعنی اهورامزدا و نیروهای تاریکی یعنی اهریمن. جنگ بین خوبی و بدی که همیشه نور پیروز میشه. به همین خاطر مردم فکر میکنن باید کاری بکنن. تا صبح بیدار میموندن و دور هم جمع میشدن تا به ستاره ها تو این مبارزه کمک کنن که پیروز بشن و دوباره متولد بشن. خب بیاین بریم سراغ چیزهای خوشمزه سفره یلدا. جالبه بدونی که هر چیزی که توی این سفره هست یه معنی و یه داستان پشتش داره. اولین چیزی که به ذهنت میرسه رنگ قرمزه. همه چی قرمزه. چرا؟ چون قرمز رنگ نور، رنگ زندگی. دو ستاره اصلی این سفره انار و هندوانه هستن. انار با دونه‌های آبدارش نماد برکت و رونق و زندگی. هندوانه که سرخ قرمزه خود خورشیده و یادآور گرمای تابستون. یه باور قدیمی است که خیلی عجیبه. میگه اگه شب یلدا هندوانه بخوری تابستون مریض نمیشی. و قلب این دوران کسی نیست جز حافظ. یکی از قشنگترین رسمای مردم توی شب یلدا گرفتن فال حافظ. مردم کتاب این شاعر بزرگو باز میکنن و برای همدیگه فال میگیرن. پس کل ماجرا اینه که همه دور هم جمع میشن توی یه خونه بزرگ خانوادگی، مثل خونه یه پدر بزرگ یا مادر بزرگ. بزرگترها شروع میکنن به تعریف کردن داستانهای قدیمی دور سفره‌های رنگارنگ. همه حرف میزنن، میخندن، شعر میخونن. در واقع اینجوریه که این فرهنگ و این داستانها از نسلی به نسل بعد منتقل میشن. حالا بیایم یه قدم عقب‌تر بریم و از جمع دور بشیم. جالبه بدونی که این ایده جشن گرفتن نور فقط مال ما نیست، توی فرهنگ‌های دیگه هم وجود داره. ببین این نیاز به امید و روشنایی خیلی جهانی. ما تو ایران، افغانستان و تاجیکستان شب یلدا رو داریم. حتی تو ژاپن سنتی هم داریم به اسم توژی. حتی رومی‌های باستان هم جشنی داشتن به اسم سول اینوکتوس که یعنی خورشید شکست ناپذیر. همه اینا یه چیز مشترک دارن. توی یه جایی تاریک منتظر روشنایی هستیم و وقتی میاد جشن میگیریم. و حالا داستان ما به امروز میرسه. جایی که یلدا فقط یه جشن محلی نیست، بلکه به عنوان یه گوهر فرهنگی جهانی شناخته شده. آره، درست شنیدی. تو دسامبر 2022 یونسکو رسما یلدا رو به عنوان یک میراث فرهنگی ثبت کرد. خب این جهانی شدن یعنی چی؟ یعنی دنیا به این نتیجه رسیده که این سنت‌ها خیلی مهمه. چیزایی مثل قصه گویی، موسیقی، شعر و مهمتر از همه جمع شدن دور هم برای قوی‌تر کردن خانواده و جامعه. در واقع یونسکو میگه اینا چیزایی هستن که انسانیت رو زنده نگه می‌دارن. و در آخر میخوام این بحث رو با یه سوال تموم کنم که هممون بتونیم بهش فکر کنیم. یلدا به ما امید و قدرت با هم بودن رو نشون میده. حالا سوال اینه که توی تاریک‌ترین شب‌های زندگی شخصیمون
اون نور چیه؟ اون امید، اون روشنایی زندگی ما چیه؟ چی به ما نور میده؟ اگر از این ویدیو خوشت اومد چنل رو ساب کن و ما رو دنبال کن.